به نام خداوند بخشنده مهربان. میخواهی رضای پروردگارت را دریابی؟ حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: پروردگار از بنده اش راضی می شود هر آن وقتی که طعام را بخورد شکر او را به جای آورد و هر آن وقتی که آب را بنوشد شکر او را به جای آورد. پس برادر و خواهر عزیزم، شکر گفتن را بعد از طعام خوردن و بعد از آب نوشیدن فراموش نکنیم، چون شکر گفتن این دریافتن رضای پروردگار است. و این را فراموش نکنیم که شکر نعمت را می افزاید، چون که الله سبحانه و تعالی می فرماید: استعیذ بالله لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی اگر شما شکر گزار باشید ما اضافه میکنیم، ما نعمت را به شما زیاد میگردانیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.